إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم که باشد دوام درس دو روزه که در بیان عقیده به شما صحبت داشتیم. انشاءالله که درس بهترینه. ریشه اسلام این عقیده است. عزیزان دل، هیچ محل فراموش نکنه که هر مسلمان باید عقیده داشته باشد، یعنی در شناخت پروردگار و در شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم از دیدگاه قرآن، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، در بابت قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا جایی میتونه مسلمان باید چیکار باشه؟ زیرک باشه، دانا باشه، به خود برداشتی داشته باشه. به خاطر که امروزه بسیار جامعه بی سوادی را فرا گرفته است. اکثر انسان ها مسلمان هستند لکن عقیده ندارند. به این خاطر کوشش کنه که عقیده را بیاموزه، از عقیده با خود باخبر باشه، تا که پروردگار مهربان بنده را دوست می‌داره، عملهای او را روشن مقصد در نزد خود محبوب می‌گردونه وقتی که عقیده صحیح داشته باشه. به این خاطر عقیده را یاد بگیره و تا جایی میتونه به خاندان خود عقیده بیاموزه، به خاطر که علم ضروری است. افسوس که امروزه ما و شما اکثرا که بی سواد هستیم نمیفهمیم عقیده چی است. عقیده یعنی توحید، یعنی شناخت پروردگار، شناخت رسول الله صلی الله علیه و سلم، شناخت. امروز دعوای مسلمانی میکنن، الحمدلله میگن مسلمان هستیم، لکن بعضی چیزا باور ندارن، به جنت دوزخ باور ندارن، نعوذ بالله. امروز هم که باشد به هدایت الله مهربان چیکار میکنیم؟ چند مسائل رو به سمع شما گوش زد میدهم، ان شاء الله که شما خیلی چیزا میفهمید. در حق بنده دعاگو باشه. امروز که باشد مسئله درس ما و شما در بیان نشانه های قیامت هم که این یکی از بگیم که توحید وابسته هست، شما چیکار میکنیم؟ میرسونیم. عزیزان دیگر، بارک الله فیکم. دیروز با شما صحبت کردیم در بیان عقیده. امروز هم که باشد دوام هم درس دنباله کرده میریم انشاءالله. این کتابی که در دست دارم از خلاصة المعیل است، به حد کتاب بهترین است. برداشت کنه، به خود توحید یاد بگیره، به خاطر که عقیده به حد چیزی مهم است. بارک الله فیکم. عقیده سیوم در عقیده درس امروز سیوم. ایمان. وقتی ایمان گفته می شود که آنچه خدا و رسول گفته همه را راست دانسته و به همین یقین کامل داشته باشد. یعنی ایمان انسان همه وقت کامل پر می شود که آنچه که خدا و پیغمبر داشته باشه و به همین یقین کامل داشته باشد. رسول شک کردن یا آنها را دروغ شمردن یا در آنها عیب تراشیدن یا مزاح و مسخره کردن کفر است. نعوذ بالله. دین خدا را و علیکم السلام، دین خدا را مسخره کنی یا یگم آیت خدا را مسخره کنی یا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نداشتی مسخره کنی، در این انسان بیم کفر است، بدینی است. میگه عقیده سیوم. از حلال دانستن گناه ایمان نابود می شود. یک چیزی را که خداوند حرام گردانیده است مثل عرق، زنا، قمار، همینا را اگر انسان حلال بدونه، نعوذ بالله، ایمان نابود می شود. از اون انسان ایمان سلب می شود.
یعنی خارج میشد. خدای نکنه که هر مسلمان باید عقیده داشته باشه که هر چیزی که خدا حرام گفت باید حرام بدونش، هر چیزی که الله حلال گفت او را باید مسلمان حلال بدوند. این نمیرود. اگر هرچند بینمازی گناهی وزمینه، لکن همون انسان همین را بدونه که همین میگه که او همین خیر نماز مبا میخونم، لکن همین گناه کبیره هست، بگه همون انسان هم حکم به کفر کرده نمیتونه میگه، در حالی که اون بینمازی را گناه میدونه. اگر بگه که این نماز یک چیزی زیوتیه، کسی فرش میخونه یا کسی نفرش نمیخونه، یا اما گپای ایت که بگه بعدا ایمان اثر انسان چکو میشه، خارج میشه، بلکه ضعیف میشود و ناامید از رحمت خدا کفر است. ناامید شدن هم از رحمت خدا کفر است. اگر هر انسان با خود میگه که مرا خدا دیگه نمیبخشه، تمام اکما دیگه تمام ایتا، این گپ کفر است. باید انسان همیشه از رحمت خدا چی باشه؟ امیدوار باشه. عقیده 35 غیب رو غیر از خدا هیچ کس نمیدوند. همین علم غیب رو غیر الله هیچ کس نمیدونه. حتی کسی بگه پیغمبران میدونه، دروغ میگه. پیغمبران حتی نمیدونه. اگر غیب پیغمبران که میدونید، حضرت یعقوب با گفتن بچه‌اش که یوسف گرگ خورد باور شو کرد. اگر که غیب میدونید میگو که نه دروغ میگه، او در مصر یا در چوهای. پیغمبران غیب نمیدونن، هیچ کسی نمیدونه. البته وابسته وحی به انبیا، با واسطه الهام به اولیا از علائم به عوائز بعض چیزها معلوم میشود، لکن همون علم غیب الله خودش میدونه. همچه یک معجزه به بعض پیغمبران روان میکنه تا که مردم به او ایمان داشته باشند، مردم بدونه که پیغمبره. یا بعض الهام و بعض کرامات به اولیاء الله هم خداوند چکو میکنه، میته. ما هم به این ایمان داریم. عقیده ششم برای شخص معین کافر گفتن یا لعنت کردن کبیره است. برای یک شخص امروزه که در جامعه بسیار ابلهی و جاهلی مسلمان‌ها که همدیگر را کافر میگن، همدیگر را لعنت میگن، این گناه کبیره است. مگر اون کسی رو که خدا و رسول نام برده و لعنت کرده باشد. مگر اون کسی را جایز کفر گفتن، لعنت گفتن که خدا و پیغمبر رو لعنت کرده است. یا به واسطه صفت عام به این نحو بر کافران یا ظالمان یا دروغگویان لعنت کرده، به جهت عبرت گناه نیست. انسان بمیرد، خواه در قبر دفن شود یا نه، نزد آن دو فرشته می آید. به یکی نکیر و به دیگر منکر گفته می شود. از مرده می پرسند که پروردگار تو کیست و دین تو چیست و پیغمبر تو کیست، و درباره این شخص یعنی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چی می گفتی؟ اگر میت اهل ایمان باشد، جواب ثواب می دهد که پروردگارم الله و پیغمبرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد. اگر که انسان مسلمان که باشه، همین گپا را گفتم، یعنی دینم اسلام، پروردگارم الله، پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه. بعد برای هر گونه آرامش و آسایشتگی میسر میگردد و میگن نترس، اطمینان باش، تد میکنی، مقصد برد کردی، گذشتی ای امتحان. با این کیفیت که از بهش روزانه به قبرش باز شده هوای سرد بهش و بوی خوش آن وارد قبر گردد و بوی آن به مشام میت میرسد. یک رفی قبرش خداوند هم تا بگیم یک رنگی در بیچه بهش به مشام اون میرسه، دیگه قبرش روشن میشه، خود هم میت هم که راحت میکنه که دیگه به راحت اونجا استراحت میکنه و در نتیجه به استراحت خوبی میپردازد. و اگر میت به ایمان باشد، نعوذ بالله، به ایمان باشه یا کافر یا منافق، در پاسخ همه سوالات میگوید نمیدونم و اطلاع ندارم و در نتیجه معذب میگردد. تذکیر این کیفیت به مردم معلوم می شود و زندگان از تشخیص دادن آن عاجز ماندند که این شخص در حالت خواب چیزهایی را مشاهده میکند و بیدار از آن چیزها بخبر است. عذاب را هیچ که اثبات کردن نمیتونه. چگونه که اوزی در خوابت هر یک چیزی را میبینی، بیدار میشی، هم چیز در پیش نیستن، لکن در خوابت همه هم چیز را میبینی. اما در قبرم به انسان چی میگذره هیچ که او را اثبات کنه، مقصد چی خیلی بگیم، با فکر خودش چی کردن نمیتونه، از چی؟ از اون عذابی که در او قبر داده میشه. مقصد انسان به عقل خودش تجربهش کرد میتونه. عقیده 38 هر صبح و شام قرارگاه اموات به آنها نشان داده می شود. بهش مقام خود را که میبینن انسان ها وقتی میبرن، هر بگاه هر سحر هر صبح و شام میگه قرارگاهشون میگه در جنت چکو میکنن، نشان میدهن که میبینند، بر شادی و سرور آنها افزوده می شود و اهل دوزخ که مقام خود را در دوزخ ندامت می افزایند. دوزخیان جای خودشون در دوزخ میبینند، یا باره زق زال میشن، یا باره حسرت میخنن.
عقیده 39 از برای اموات دعا کردن و صدقه دادن و ثواب آنها صدقه را بر روح آنها بخشیدن درست است و به آن فایده زیادی میرسد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید برادر جان. صدقه دادن، دعا کردن در حق پدر و مادر، کسی که فوت کرده است به او انسان میرسد. صدقه میکنی به او انسان میرسد. عقیده 40 خدا و رسول برای آمدن قیامت علائم و نشانه‌های بیان فرمودند. الله مهربان هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم نشانه‌های قیامت به بندگان رساندگی هستند. فرمودند که یکی از بعد از دیگری حتما خواهد آمد. هم نشانه‌های قیامت ایش در دم ایش آمدن میگیره، پس هم دیگر یعنی آمد. از آن جمله به احترامی به پدر و مادران. یکم نشانه قیامت چه؟ به احترامی به پدر و مادران. این روز هممون اکثریت ما پدر و مادر را آزار میدیم، اکثریت ما او دیده پدر و مادر را میریزیم. خروج دجال، پیامبر گفت دجال میبروید، او را آمدنیه. برای از بین بردن دجال نزول حضرت عیسی علیه السلام ای هم می آید. از آسمان و بیرون آمدن یعجوج و معجوج. یعجوج و معجوج خداوند چکو میکنن؟ عیسی علیه السلام از آسمان میاد و بیرون آمدن یعجوج و معجوج. یعجوج معجوج یعنی نمود مخلوقایی هستن که اونها را الله چکو نه در این روز زمین هوی میکنه که همه را فساد میکنن در قریب قیامت. و ظاهر شدن دابت الارض. دابت الارض یک حیوانی است که مردم نصیحت میکنه، او هم به نزدیکی چکو میکنه، به نزدیکی قیامت وقوع میشه یعنی پیدا میشه. و طلوع خورشید از مغرب، هر سحر که آفتاب از مشرق میروید همون روز قیامت روز جمعه است، همون روز آفتاب از مغرب میروید، از مشرق و از مغرب. و برداشته شدن قرآن مجید. قرآن هوی میکنی فقط ورق سفیده، در دونش دیگه حرف قرآن نمیبینی. و مردن مسلمان ها و فرا گرفتن کفر زمین را و غیره. مسلمان ها بسیار میبرند، چی به طریق کشتن باشه چی به طریق فتنه باشه. روز به روز مسلمان ها کم میشه، کافر و کفار در روز زمین زیاد میشه. عقیده 40 وقت هم علائم و نشانه های قیامت به وقوع پیوست قیامت آشکار خواهد شد. همین نشانه ها که اومدن که میگیرن همش که به وقوع که پیوست قیامت چی میشه؟ برپا میشه. به این ترتیب که حضرت اسرافیل علیه السلام به حکم و فرمان خداوند در شیپور خواهد دمید. شیپور گفته یک نمودمو کینه ها دیده باشه، رنگ شاخی که فریاد میزنن برای جنگ تیار کردن. همتری یک سور میزنه، سور اسرافیل میگن. همون سور که میزنه آواز همون سور آدما پردای گوشو میکفه، هم تا بعضی خاک میشن، چنگ خاک میشن، در آسمون میخیزن، هم رنگ دوده میشه. زمین در لرزه میدرویه، هم تا میلرزه همه زمین میکفه و آسمان همه تیکه پوره میشه میگن. و از هم خواهد کسیخت و همه مخلوقات خواهند مرد. وقتی زمین آسمان که کفید همه چکو میکنن، همه مخلوق میبره. و آنهایی که قبلا مرده‌اند ارواح آنها بیهوش خواهند شد مگر آنهایی رو که خدا بخواهد و تا مدت همین حال و کیفیت خواهد بود. اون کسی را خداوند مقصد کدام ملائکه رو که بعدا خداوند خودش جونش بگیره تا وقتی که هسته خداوند خودش دانا هسته کارش نمیکنن. اسرافیل سوره میدم بعدا خداوند جانش نمیگیره دیگه. همه مخلوق در همون سوری زدن اسرافیل همه چکو میکنن میمرن. عقیده 42 وقت اراده خداوند تعلیق گردید سور محشر جمع خواهد شد. وقتی که یکم سور زد همه دنیا در لرزه میدوره، کوه همه تیکه و پوره خاک میشن، در آسمون میخیزن، زمین میکفه، آسمون میکفه، آسمونه که تکود میبینی میکفه، همه سرخ میشود، دنیا همه در لرزه میدوره، همه مخلوق میبرن. بعد همه آرام که گرفت دنیا همه تیکه و پوره کشید، بعد دیم باره سوره میدمه، بعدا میدان محشر در خداوند بندرش کن میکنه جمع میکنن و از مشقت و سختی های اون روز ترسیده برای سفارش روی به انبیا خواهند آورد. همه مردم میترسن، بعدا پیش پیغمبران میدن و بالاخره با تقاضا و شفاعت حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله میزان عدالت الهی نصیب خواهد شد. پیش آدم علیه السلام میرن، آدم میگه مقصد که من جنایت کردم، مقصد که در بعضی روی گندم میگن گندم خوردم. پیش حضرت ابراهیم میدن که میگه او که من در جا درو گفتم. پیش حضرت موسی میدن که حضرت موسی میگه که من یک کس زدم. پیش حضرت عیسی عاقبت الامر. پیش رسول خدا صلی الله علیه و میان پیغمبر خدا صلی الله علیه و از دربار پروردگار الهی چیکار میکنه؟ دعا
تضرع میکنه برای شفاعت. همون را میگه میزان عدالت الهی نصب خواهد شد و با عمل خوب و زشت پاداش داده خواهد شد. بعدا میزان عدالت میزنه، یعنی ترازوی اعمال خداوند نصب میکنه و با عمل خوب و زشت پاداش دادن خواهد شد. کدومی که پاداش نیک کرد پاداش نیک میگیره، کدومی که کاری بد کرد پاداش بد میگیره. و عده به حساب وارد بهشت خواهند شد. یک گروه مسلمان‌ها هستند که به حساب کتاب داخل بهشت میشن. نامه اعمال نیکوکاران به دست راست و بدکاران به دست چپ. دست راست میتن، آدمای بد به دست چپ. بس چپ داده خواهند شد. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم امتان خود از حوض کوثر آب خواهد نوشانید. وقتی که از پل صراط از نامه اعمال تا دست راست که گرفتی، از پل صراط که گذشته، رسول الله صلی الله علیه و سلم در اوج منتظر است. در پیش آب پل صراط چیکار میکنه؟ متانش از اون آب کوثر چیکار میکنه؟ سیراب میگردونه. امر میگه که متان خود را از حوض کوثر آب خواهد نوشانید و از پل صراط عبور نمودن وارد بهشت میشوند. پل صراط به یک روایتی که بر روی دوزخ کشیدگی، به هم پل صراط بعداً چیکار میکنن؟ وارد بهشت میشوند. و بدکاران از بالای آن سرازیر در جهنم خواهند شد. آدمای بدکار وقتی که به هم پل صراط میگن بگذاریم به جنت بریم، که از همونجا چیکار میکنن؟ میغلطن. که اون بعضی روایت‌ها میگن از شمشیر تیزتره، از موه باریکتره. و بعضی ها مثل برق همقدر تیز میگذرن. بعضی ها هستن که میغلطن. خدای مهربان من شما را نگه داره. عقیده 43 الان دوزخ موجود است و در آن نار و کژدم و عذابهای گوناگون به شکل‌های مختلف بیان شده. دوزخ موجوده و از دوزخیان کسی که به اندازه ذره ایمان داشته باشند اعمال زشت خود به تقاضا و شفاعت انبیا و اولیا و علما و صلحا از دوزخ بیرون آمده وارد بهشت خواهند شد. وقتی که انسان اگر ایمان هم داشته باشه در دنیا کارهای بد هم کرده که باشه، خداوند دوزخش که دور به مقدار هم گناه کردگیش عذاب میکشه، بعداً چیکار میکنه؟ داخل بهشت چیکار میکنه؟ داخل میشه. بعضیش به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، به شفاعت اولیاء الله و علما و صلحا از دوزخ بیرون آمده میشه، بهشت خواهند شد. و با واسطه گناهان هر نوع گناهی باشد در دوزخ دائمی نمیموند. کافران مشرکان بر همیشه در دوزخ باقی میمونند، نه از آن بیرون کرده میشوند و نه در آن میمیرند. مسلمان هر گناه کردگی باشه، وقت خداوند به مقدار همه گناه کردگیش عذاب داد، بعداً چه میکنه؟ بیرونش میکنه و به جنت میبرش. عقیده 44 خداوند پاک مختار است که به واسطه گناه کوچک عذاب گناه بزرگ رو عفو نماید. میگه خداوند مختار اختیار خودش داره، و میخواه به گناه کوچکت عذاب میکنه، به گناه کلان عفو کنه. این هم رحمت الله است. عقیده 45 خداوند شرک را هرگز عفو نمیکند و غیر شرک را برای هر کسی صلاح کند به فضل و رحمت خود عفو میکند. خداوند شرک انسانی که در دنیا شرک عمل شرک دوام میته و به همون شرک میبره و توبه نمیکنه، خداوند او آدم چیکار نمیکنه؟ عفو نمیکنه، یعنی نمیبخشه. مگر غیر شرک همه گناه میبخشه. این زنا و عرق دیگر گناه کبیره کردی به رحمتش بگیره چیکار میکنه؟ میبخشه. لکن شرک انسان اگر در دنیا توبه نکرده هم طرف، او را هرگز الله مهربان چیکار میکنه؟ عذاب میکنه. عقیده 46 خدا و رسول هر کسی را واضح نام برده و بهشتی بودنش را اعلام فرمودن بهشتی است. رسول خدا صلی الله علیه و آله که 10 یار بهشتی و در دیگر روایت بعضی ها را بشارت به جنت دادن، اونها چیان بهشتی هستند. و دیگر کسی را به طور یقین بهشتی نمیتوانیم گفت. دیگران را به طور یقین نمیگفتیم. البته علائم خوبی را در اشخاص دیده و گمان خوب بودن و عظمت خدا امیدوار بودن صحیح است. بلکه بعضی عملای خوبشون نظر میکنیم که عملای خوب دارن، اونها را چیکار میکنیم؟ گمان میکنیم که انسان های بهشتی هستند. بزرگتر و بهتر است در هم بهشت دبو از بهشت در نعمت بزرگتر این چیه؟ این دیدار خداوند است. دیدار خداوند است که نصیب بهشتیان خواهد بود. و در مقابل این لذت همه لذت های هیچ است. هم که جنت زیبا و هم که چی است که چشم او را ندید، از گوش او را نشنیده است، با دیدار خداوند از جنت دبو بولا. عقیده 48 در دنیا در حالت بیداری کسی خداوند را ندیده است و نمیتواند بیند.
عقیده 49: تمام عمر انسان چه خوب و چه بد به هر حالت که خاتم آن پاداش داده خواهد شد. به هر حالتی که خاتمش میگه شود طبق آن پاداش داده خواهد شد. مقصد هر انسانی که در دنیا چه خاتمه کرد چه عملی کرد به هم عمل که مرد خداوند به هم عملش کو میکنه عذابش میده. هر انسانی که عملی نیک کرد پاداش میده. عقیده 50: انسان هرگاه توبه و ایمان آورده توبه و ایمانش مقبول درگاه الهی است، مگر وقتی که نفس در سینه اش به حرکت و فرشته عذاب را ببیند، در آن وقت نه ایمان قبول می شود نه بگیم که توبه. تا وقتی که انسان وقت داره توبه میکنه ایمان میاره و به درگاه پروردگار رجوع میکنه چیکار میکنه خداوند توبهش قبول میکنه. مگر وقتی که عزراییل بدگه جانش کشیدن که درمد بعد پوتیلک بزنه و بعدا بگه توبه کردم، این گونه نمیشه میگه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. برای اله پروردگار این صحبت کردگی ما را در نامه اعمال ما نوشته بگردان و پروردگار مهربان ما را به پیروی قرآن و به پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و توحید حقیقی را پروردگار مهربان در زندگی ما جاری بگردان و پروردگار مهربان این دنیا چند روز چند لحظه هستیم، عاقبت مرگ میچشیم. پروردگار مهربان به ایمان زیستن و به ایمان سفر کردن بر ما نصیب روزی بگردان. پروردگار مهربان ما را از بندگان محبوب خودت بگردان، از اون بندگانی که هدایت سبب هدایت مردم شیم نه سبب گمراهی مردم شیم. و پروردگار مهربان از کفر شرک از گمراهی و ضلالت بدعت گمراهی ها پروردگار مهربان ما را در عصمت پناه خود نگه بدار. پروردگار مهربان ما را از اون بندگانت بگردان که همیشه خوبی مده مردم برسه نه بدیمو. پروردگار مهربان همه امت اسلام رو در این روز هر یک مسلمان به خود مشکلات داره، هر یک خواهشی داره، پروردگار مهربان مشکلات را آسان ساز و پروردگار مهربان در دل آرزویی که دارن حاصل شو بگردان اگر نیک باشه. خواهر و اپا و مادرای ما را پروردگار با عفت و با حجاب و با حیا بگردان. جوانان ما را پروردگار مهربان گو با ناموس مسلمان واقعی بگردان. علمای ما را حق جو در راه راست اهدنا صراط المستقیم بفرما. تنجی و آرامی را در تمام وطنهای مؤمن مسلمان خدای برقرار و بردوام نگه بدار. همه ما و شما را پروردگار مهربان دنیا و آخرت ما آباد بسازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.